تابستون سال 2025 نتفلیکس یک انیمیشن جدید منتشر کرد. It's time. K-pop Demon Hunters. فیلمی به نام شیاطین کیپاپ. اما هیچ کس انتظار نداشت این فیلم تبدیل به یک پدیده جهانی بشه. صدها میلیون نفر اون رو تماشا کنند و خیلی زود به یکی از بزرگترین موفقیت‌های تاریخ نتفلیکس تبدیل بشه. مستند فراز و فرود زندگی ای جی رو براتون آوردم. کیم جون معروف به ای جی نمونه بارز یک بانوی راستین عقیده است. دختری که از خردسالی تا جوانی فقط یک هدف داشت و اون تبدیل شدن به ستاره کیپاپ بود و سرانجام به این هدف رسید. بدون معطلی میریم سراغ ای جی عزیز و دوست داشتنی ستاره شیاطین کیپاپ. خود فیلم فوق‌العاده بود، اما چیزی که واقعا دنیا رو تحت تأثیر قرار داد موسیقیش بود. آهنگای این فیلم تمام جدولهای موسیقی رو تسخیر کرد. 7 آهنگ از یک فیلم انیمیشنی همزمان وارد جدول معروف ترین آهنگ ها شد. اتفاقی که در تاریخ موسیقی بی سابقه بود. و در مرکز این موفقیت یک آهنگ قرار داشت، گلدن. آهنگی که میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا اونو میخوندن. این آهنگ به رتبه اول رسید و هفته‌ها در صدر جدول باقی موند. اما این داستان یک موفقیت ناگهانی نیست، داستان شکست یا یک موج زودگذر هم نیست. این داستان درباره تبدیل شدن یک شکست بزرگ به یک موفقیت بزرگه. داستان کسیه که بیش از یک دهه برای رسیدن به یک رویا تلاش کرد، اما هیچ وقت به اون چیزی که میخواست نرسید. این داستان کیم اون جو هست، دختری که دنیا اون رو به نام ای جی میشناسن، اما تا همین چند ماه قبل تقریبا هیچ کس اسم اون رو نمیدونست. ای جی فقط 3 سال داشت که مادرش برای اولین بار صدای آواز خوندنش رو شنید. اون توی خونه آهنگ‌های کیپاپ میخوند. عموش به شوخی میگفت یا شاید هم واقعا جدی بود که این دختر باید یک خواننده بشه و همونجا یک رویا متولد شد. از اون روز به بعد هر روز تمرین کرد، هر روز کمی بهتر شد تا اینکه در 11 سالگی یک تماس زندگی اون رو برای همیشه تغییر داد. SM Entertainment، یکی از بزرگترین شرکت‌های کیپاپ در جهان. خونه ستاره هایی که ای جی از کودکی اونها رو تحسین میکرد. اونها استعداد اون رو دیده بودند و اون رو میخواستند. پذیرفته شدن در SM خودش یک موفقیت بزرگ بود. سال 2003 یک دختر 11 ساله وارد ساختمان SM Entertainment شد. آماده بود تا اولین قدم رو برای رسیدن به رویای بزرگش برداره. اما موفق شدن در دنیای کیپاپ آسان نبود. این صنعت یکی از سخت‌ترین سیستم‌های آموزشی را در دنیای سرگرمی داره. کلاس‌های آواز، تمرین‌های رقص، یادگیری زبان، آموزش رفتار جلوی دوربین، همه چیز باید کامل می‌بود. در حالی که خیلی از دخترهای همسن اون هنوز مشغول بازی و زندگی عادی بودند، ای جی هر روز تلاش می‌کرد تا تبدیل به یک ستاره کیپاپ بشه. اون باید یاد میگرفت چجوری برقصه، چجوری احساساتش رو منتقل کنه و چجوری صدایی داشته باشه که میلیون ها نفر دوستش داشته باشه. فشار خیلی زیاد بود. ای جی دائما ارزیابی میشد و با صدها استعداد دیگر رقابت میکرد. همه کسانی که دقیقاً همون رویا رو داشتن که اون داشت. اما ای جی تسلیم نشد. تمام لحظات زندگیش رو صرف یک هدف کرد، تبدیل شدن به یک آیدل کیپاپ. اما وجود سالها تلاش و تمرین، اون تماس هیچ وقت نیومد. نه برای یک گروه، نه برای یک فعالیت انفرادی. اون حتی کنار دخترایی تمرین کرده بود که بعدها تبدیل به اعضای گروه معروف گیرز جنریشن شدن. اون موفقیت اونها رو دید و همچنان منتظر بود که نوبت خودش برسه، تا اینکه یک روز SM Entertainment اون رو به یک جلسه دعوت کرد. اما این جلسه درباره شروع رویای اون نبود، بلکه درباره پایان اون. در قلب سیستم کیپاپ یک حقیقت تلخ وجود داره. هرچی بیشتر برای کامل شدن تمرین میکنی، سنت هم بالاتر میره و این صنعتیه که همیشه دنبال تازگی و جوونیه. گاهی فقط زمان علیه تو کار میکنه و برای ای جی بیش از یک دهه تلاش
اون لحظه فرا رسید. سال 2015 SM اینترتینمنت اون رو از مسیر آیدل شدن کنار گذاشت. دلیلشون این بود اون دیگه برای شروع یک گروه جدید بیش از حد بزرگ شده بود. در حالی که 23 سالگی برای خیلی ها تازه شروع یک مسیر حرفه‌ایه، برای ایجی رویایی که از کودکی ساخته بود تمام شده به نظر می رسید. فراز و فرود زندگی ایجی اینجا جاییه که هممون حداقل یک بار تجربهش کردیم. یه چیزی رو با تمام وجود می‌خواستیم، براش تلاش کردیم، یه معجزه رخ داد و یک اتفاق مبارک باعث شده 1000 قدم به هدفمون نزدیک شیم و یقین داشتیم که دیگه تموم رسیدیم بهش و به یک باره با یک پیچش داستانی خورده توی پوزمون و تمام آرزوها برباد رفته. والا درسی که از زندگی ایجی میگیریم چیه؟ بقیه داستان رو ببینید، وقتش که رسید بهتون میگم نباید ناامید بشید. اما چیکار میکنی وقتی تمام دوران کودکی و نوجوانی خودت رو برای یک رویا گذاشتی؟ وقتی بیش از 10 سال تلاش کردی و ناگهان به تو میگن دیگه فرصتی وجود نداره. ایجی میتونست برای همیشه موسیقی رو کنار بذاره. میتونست قبول کنه که رویاش تموم شده. اما اون تصمیم دیگه ای گرفت. ایجی به نیویورک رفت و وارد مدرسه هنر دانشگاه نیویورک شد. اون موسیقی و روانشناسی خوند تا بفهمه موسیقی فقط یک هنر نیست بلکه یک صنعت بزرگه. شاید این راهی بود برای اینکه گذشته‌اش رو بهتر درک کنه و بتونه با چیزی که از دست داده بود کنار بیاد. اما توی نیویورک اون با دنیای جدیدی آشنا شد، دنیای موسیقی مستقل در ساوند کلاود. اونجا هنرمندانی رو دید که بدون محدودیت موسیقی خودشون رو میساختن. این کاملا متفاوت بود با سالهایی که در سیستم سخت و کنترل شده کیپاپ گذرونده بود. اون عاشق این آزادی شد. بعد از مدتی نرم افزار آهنگسازی ابلتون رو یاد گرفت و برای اولین بار از 11 سالگی شروع کرد به ساختن موسیقی خودش، نه اجرای آهنگ دیگران. اما در ابتدا هدفش ساختن یک حرفه جدید نبود. موسیقی فقط راهی بود برای درمان دردها، راهی برای تبدیل کردن شکست و ناامیدی به چیزی خلاقانه. شاید خودش هم نمیدونست، اما تمام اون سالهای سخت تمرین بیهوده نبودن. اون کیپاپ رو از داخل میشناخت. اون میدونست که یک آیدل چه احساسی داره و مخاطب چه چیزی رو دوست داره. در واقع ایجی یک مزیت بزرگ داشت. اون فقط یک ترانه نویس نبود. اون کسی بود که دنیای آیدل ها رو از نزدیک تجربه کرده بود. اما شاید همه چیز بدون یک آشنایی مهم هیچ وقت شروع نمیشد. اون با یک آهنگساز آشنا شد که استعدادش رو دید و تبدیل شد به مربیش. سالهای 2017 بود. اون مربی یعنی اندرو کوی اون رو به یک کمپ ترانه نویسی دعوت کرد و این دعوت مسیر زندگی ایجی رو تغییر داد. اما این فقط یک کمپ معمولی نبود. مقصد اون جایی بود که سالها قبل اونجا رویای آیدل شدنش رو دنبال میکرد و بار دیگر SM اینترتینمنت. اما این بار همه چیز فرق داشت. اون دیگه یک کارآموز جوان نبود. این بار به عنوان یک خالق موسیقی وارد شده بود، نه یک اجرا کننده. در اولین روز بازگشتش به SM احساسات واقعی زندگیش رو وارد موسیقی کرد. اون با الهام از یک بحث احساسی با نامزدش شروع به نوشتن یک آهنگ کرد. 2 سال بعد رد ولوت آهنگ معروف سایکو رو منتشر کرد. آهنگی که تبدیل به یکی از بزرگترین موفقیت‌های کیپاپ شد. این موفقیت اسم ایجی رو دوباره در صنعتی مطرح کرد که زمانی اون رو کنار گذاشته بود. ایجی خیلی زود تبدیل شد به یکی از پرتقاضاترین ترانه نویسای کیپاپ. او حتی برای بازی‌های خیلی بزرگ هم موسیقی می‌نوشت. اگرچه ایجی هیچ وقت به عنوان یک آیدل روی صحنه دیبیو نکرد، اما جایگاه خودش رو در صنعتی پیدا کرد که همیشه دوستش داشت. گاهی زندگی راه عجیبی داره. چیزی که فکر میکنی پایان رویاست ممکنه فقط شروع یک مسیر بزرگتر باشه. تا سالهای 2020 ایجی دیگه فقط یک ترانه نویس نبود. اون کسی بود که بزرگترین نامهای کیپاپ برای ساخت موسیقی به سراغش می اومدن. و درست در همین زمان یک پیشنهاد جدید از راه رسید. پروژه‌ای از نتفلیکس به نام شیاطین کیپاپ.
یک فیلم انیمیشنی درباره آیدل های کیپاپ که در پشت صحنه با شیاطین مبارزه می کنند و چه کسی بهتر از ایجی برای ساختن موسیقی، کسی که کیپاپ رو از درون میشناخت. ایجی چیزی رو درک میکرد که خیلی از آهنگسازا خارج از دنیای کیپاپ نمیدونستن. اون فقط صدای کیپاپ رو نمیشناخت، اون احساس، ساختار و روح این موسیقی رو میشناخت. اون میدونست چجوری زبان کره‌ای و انگلیسی باید کنار هم قرار بگیرن، چجوری یه آهنگ باید ساخته بشه تا هم برای طرفدارای کیپاپ جذاب باشه و هم برای تمام دنیا قابل ارتباط باشه. دموهایی که ایجی برای این پروژه ساخت اونقدر قوی بودن که کارگردان فیلم مگی کانگ بعدها گفت همین نمونه ها یکی از دلایل مهم ساخته شدن این پروژه بودن. بعد از تمام اون سالهایی که فکر میکرد هدر رفتن، حالا مشخص شد که هیچ کدام بی دلیل نبودن. تمام اون تمرینات، تمام اون سختی ها اون رو برای همین لحظه آماده کرد. یادتونه شکست سخت و وحشتناک ایجی فهمیدید چجوری تبدیل به معجزه شد؟ با تغییر مسیر. وقتی مسئولین کمپانی بهش گفتن سنش بالاست و دیگه نمیتونه ستاره کیپاپ بشه، نرفت پیش خدمت رستوران بشه و با حال خودش قصه بخوره، بلکه مسیر رو عوض کرد و رفت دانشگاه. دقیقاً مصداق این جمله که میگه برای موفق‌ها بن‌بستی وجود نداره، یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. اما اتفاق بزرگتر هنوز باقی مونده بود. وقتی کارگردان‌ها مگی کانگ و کریس اپلهان صدای اون رو شنیدن، تصمیم گرفتن که زندگی ایجی رو تغییر بدن. اونها فقط آهنگای اون رو نمیخواستن، اونها خود صدای ایجی رو میخواستن. اونها از ایجی خواستن صدای خوانندگی شخصیت اصلی فیلم رومی باشه. اول کار اون فقط قرار بود بخشی از روند ساخت موسیقی باشه، اما حالا اون قرار بود واقعا صدای یک شخصیت اصلی باشه. ایجی دوباره باید خودش رو به عنوان یک اجرا کننده نشون بده. اما این بار اون دیگه اون دختر 11 ساله‌ای نبود که منتظر تایید دیگران بود. این بار اون تجربه، دانش و اعتماد به نفس سالها تلاش رو همراه خودش داشت و در همین مسیر چیزی رو درباره خودش کشف کرد، استعدادی که همیشه وجود داشت اما هیچ وقت فرصت پیدا نکرده بود خودش رو نشون بده. سالها بعد ایجی نه فقط در ساخت بلکه در اجرای آهنگ‌های فیلم شیاطین کیپاپ هم نقش مهمی داشت. آهنگ‌هایی مثل مای آیدول، هاو ایتس داون، تک داون و فری با صدای اون جان گرفتن. دختری که روزی فکر میکرد رویای آیدل شدن شکست خورده، حالا صدایی بود که میلیون‌ها نفر در سرتاسر دنیا میشنیدن. صدای ایجی یک یادآور بزرگه. گاهی شکست پایان مسیر نیست، گاهی فقط راهی است که تو رو به موفقیت میرسونه که حتی تصورش هم نمیکرد. اگر ایجی بعد از شکست رویای آیدل شدنش موسیقی رو کنار میذاشت، شاید امروز هیچ کس صدای اون رو نمیشناخت. اما اون تصمیم گرفت ادامه بده. اون مسیرش رو تغییر داد و سالها بعد همون دنیایی که زمانی اون رو رد کرده بود، حالا به دنبال استعدادش بود. دختری که زمانی پشت درهای یک شرکت بزرگ منتظر فرصت بود، حالا صداش در سر تا سر جهان شنیده میشه. موفقیت همیشه اون شکلی که ما تصور میکنیم اتفاق نمیافته. گاهی رویاهای ما تغییر میکنه، اما این به معنی تمام شدن داستان نیست. گاهی یک شکست فقط مسیر جدید رو نشون میده، مسیری که شاید حتی بزرگتر از چیزی باشه که اول برای خودمون تصور کرده بودیم. داستان ایجی فقط داستان یک خواننده نیست، داستان یک انسان است که یاد گرفته بعد از سقوط دوباره بلند بشه. اون ثابت کرد که سالهای تلاش هیچ وقت هدر نمیره، حتی اگر نتیجه اون چیزی نباشه که انتظارش رو داشتی. چون گاهی زندگی تو رو از مسیری که میخواستی دور میکنه تا تو رو به جایی برسونه که واقعا باید باشی. این داستان ایجی بود، دختری که قرار بود یک ستاره کیپاپ بشه، اما در نهایت تبدیل شد به صدایی که جهان شنید. امیدوارم از دیدن سرگذشت این دختر قهرمان کیف کرده باشین. دوستتون دارم. تا